موږ راورسېدو پس له ډېر مزل نه ډېر اوږد مزل نه فلول ته راورسېدو. دا منطقه چې تاسو وینئ دا فلول منطقه ده. هغه ځای دلته کورونه وو، دلته خوشحالیانې وې، دلته اخترونه وو. اوس چې تاسو وینئ فقط هوار ځمکه ده. یعنی تو حالت خودتان مشاهده میکنید یک بیابان است. اینجا بسیار آبادی بود، یک مردم برای تفریح و چکر در دره میامد. این حال به یک قبرستان مبدل شد، هر کس میاد به خاطر غم دارد. ما بیادر اینجا سیل آمد، این جای تعمیر ما اینجا کلمان یک اعضای فامیل بودیم. پدری آدم حاجی معلم رحمان نام داره، پایان که حاجی سنگ محمد همراه 11 نفر فامیل شهید شد. یا ما اینجا بودم خطی همین خانه بودیم یا 8 نفر فامیل اینجا کلمان روی او شدیم. ما فضل احسان پروردگار باشه زنده بود. همی اولادا نیست، اولادا و نواسا یا کی جور است اینیا جای شکر است. خودت هم بخیر جور میشی، گریان نکاکایان. دو سه تا شاگرده های همین محله هست که در اینجا درس میخوندن شهید شدن. الله شهادتشان را قبول بکنه. یو کنتو گجر هر گجرانگا نه ماریای نه کوठारियाय ना जिमी जिंदगी या ता जेंदर मशीन हर कोई मार गुजर गया खाली लोग रियो है अदे ढेरिया ने लोग चतो या सियासत दे जा तक माजी और मार जिंदगी बदला लोग हार लिशाल गयो दानो. این منطقه به نام چی یاد میشه؟ به نام مرزابیک. مرزابیک فلول دیگه. مرزابیک سوی هزاره. خب سوی هزاره او طرف پیش هم دیگه باز منطقه بالا زیاد است. خب ما همین دنمیجا 3 تا شهید داریم. تا هنوز هم پیدا یکش پیدا کردیم. اورم دختر ما پیدا کردیم. اورم کسی دیگه دفن کرده ایش ندیدیم هم. عکس شو آمده عمو هست کسی دیگه دفن کرده نمیگه که کی است. دیگه پدر ما دیگه یک دیگه پیدا نکردیم. پایک تام اوگار شده. اوگار بله. این تفلک چقدر سایکو؟ این سیل برد. مادرش سیل برد. خود مرا سیل برد. مادرش برد. سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مسئ. خدای دې کې ټول جوړ او روغ اوسئ. موږ د کومنکونو په لړ کې راغلو زو له خیره فلول ته. فلول کې به موږ خپل کومکونه هلته ولرو. اوس په نهرین ولسوالۍ کې اسو. انشاءالله دا سفر به ادامه لري او د فلول متظرینو ته موږ ځان رسوو. تاسو له موږ سره اوسئ. د هغه ویډیوګان د هغه کوم خلک متظرین سوي هغه به تاسو ته موږ ښکاره کړو. له موږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. موږ راورسېدو پس له ډېر مزل نه ډېر اوږد مزل نه فلول ته راورسېدو. دا منطقه چې تاسو وینئ دا فلول منطقه ده. هغه ځای دلته کورونه وو، دلته خوشحالیانې وې، دلته اخترونه وو. اوس چې تاسو وینئ فقط هواره ځمکه ده، کور نشته، فقط یو څو خیمې تاسو دلته وینئ. دلته ډېر یو غټ کلی و، ډېر یو بد عذاب په دې کلي راغی. خدای پاک دې نور موږ داسې آفت و بلا نه ساتي. دا هر کور چې تاسو وینئ دوی شهیدان لري. کورونه خو نسته، یعنی ځاني تلفات په دې منطقه کې په فلور چې بورکې ولسوالۍ مربوط کیږي، مربوط دی ولایت د بغلان، دې منطقه کې تاسو وینئ دا اصلي تلفات په دې منطقه دې نه سیل شروع شوی ده. دلته چې وینئ نو هیڅ نور د ویلو سړی چې نشي ویلی. یعنې هغه موږ به عامیانه اصطلاح لرو چې په سترګو هم توره شپه کېږي، داسې یو حالت چې موږ وینو. نو موږ نن راغلو دلته هغه کوم چې شی چې زموږ وسې کېږي
هغه به له دې وطنوالو سره موږ خپل همکاري وکړو. خیر دې وي چې هغه دوستان اتحادیه د سمنټ فروشان د کابل نه چې دا همکاري یې کړې ده او د دې وطنوالو سره په غم کې شریک سو. نو هغه کم چیز چې موږ لرو موږ انشاءالله دوی ته یې رسوو او د هغوی درد سره به موږ ځان شریک کړو. بس دونه وایو نور د خدای پاک داسې آفاتو نه موږ ساتي. سهار تاسو وینئ موږ وینو یعنې دومره بیخي هغه چا خبره اوښکې ورته وچې سولې ډېر مخکې نه چې شروع سول او دا حالت همداسې وړاندې ځو نور تصویرونه به ته ښکاره کړو. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ بخیر هستی؟ نام چی است کاکا؟ نام دوست محمد. دوست محمد. بله. خانه‌ت کجا بود؟ خانه اینمی موسط بود خانه من. همین خیماکی است؟ خب حال چیزی نیست دیگه؟ حال خانه ما اینجا چیزی نیست. همین روز جمعه بود. خب 3 بجه باران کمی باران ناچیز کرد. ما در خانه بودیم 4 کمتر بیشتر العالم یک فقط شد. ما برآمدیم همون تا کوچه ما بود که اینجا روبرو شدیم که سیل از بالا بسیار خطرناک می. یک بچه که بیاردارم است در موتورسیکل پایین می آمد که خانهش اینجا است. صدا کردم که دور بکو. تا دور کردن سیل پران مهربانی خدا که کوچه ما دور دادم نجات دادیم. یک دخترشم از اونجا حرکت کردم آمدم. از کدام منطقه سیل کدام طرف آمد سیل؟ سیل از این بالا آمد. خب از اون طرف آمد. بالا آمد. با بدا آمدم اینجا این مردم کلا دیوانم شالکایی که میبینید طرف همین شالکا سر که همبر بردم. یک چند دانه ما که شهید شده اما را ما ندیدیم دیگه از را بردم. اون بچه اینه که نجات دادیم اونجا در طرف خانهش همیجا بود. یک اشتکایش خواب بوده پدر و مادرش که فعلا شهید شده اونا رو سر صدا میکنه اونا در گیر نمیه دیگه سیل می لغت میکنه میه اشتکش هم نجات داده نمیتونه میگرده سیل که میگیره سر این درخت میبره. امی باغ اینجا که میبینی اینجا اون 40-50 تا درخت بود کلی امر سیل میبره اگه این درخت میمونه. دیگه امر ما بردم پیش سر می شالکا جابجا کردم می سیل می چی آمد پاگل و بغل پرید امی 60-70 تا خرد کلان سیاست که بوده البته روزش هم پر نشده اما سیل دیگه این رو خور رفت اما کم شد نجات رفتن. خوب هستی؟ بخیر است جان جور است بخیر. خب میشه قصه کردن میگه کدام شهیدتان اینجا گم است فعلا؟ ما همین اینجا 3 تا شهید داریم. تا هنوز هم یکیش پیدا کردیم. اونم دختر ما پیدا کردیم. اونم کسی دیگه دفن کرده ایش ندیدیم. هم عکسش آمده عمو هست کسی دیگه دفن کرده نمیگه که کی است. دیگه پدر ما دیگه یک دیگه پیدا نکردیم. خب دو تا پیدا نکردیم تا هنوز شهید شد. پیدا نکردیم تا اصلا یک هفته شده سرگردان میگردم تا بالا دبای لوتا بودم من میگردم پیدا نمیکنم. از شما خوب هستی بده؟ از من برادر ما یعنی باجی ما میشه پدر از بر رضای خدا رفته. بچه از ما یک رفته یک دختره که از رفته 3 شهید داریم بالا. یک بچه که خودم هسته دختره که از پدر از شما پیدا کردین؟ نه همین از 3 تاش همیشه گم شده. خب یا یک مشکل است شما. از شما کی گم است؟ 3 دانه شهید داریم. یک فرزندم است یک پدر یک مادرم است. و پیدا کردید؟ بله پدر و مادر پیدا کرد فرزند پیدا کردیم دفنش کردیم. خداوند شهیدا را و دنیا را خوب کنه. آمد. جان تشکر. با شما صبر می‌خوایم. یعنی توانه چیزی که از طرف چطور است کاکا؟ فضل خدا چیزی که رضای پروردگار باشه. پا یک تماوگار شده؟ تماوگار است بله. این تفلک چقدر سایکو؟ این سیل برسه مادرش سیل برد خود مرا سیل برد مادرش بر رضای خدا رفت اشتکاک قیمه 2 کیلومتری زیادتری داو بابا اینا جای میدانی بود کشید کس خوار یک شب بعد ایره پیدا کردن. امروز نوقتی ما خودم صحتم کمی غلیمت بود خدا یاو کشیدم. یعنی رقم خدا روزی در بدری سر ما. از فامیل کسی از فامیل اشتکام شهید شد. مادر این بچه شهید. مادر ازی؟ مادر این شهید. چاوگار شده. همین را برد تا زیر دم روی آوره خدا جان نگاه که کرد. اگر نه مردم میگه که بچه داشت چیز ما تا که در چشم ندیدم باورم نمیاد کسی پیش خودم بود.
کاکا ما یعنی همی زبان ما هیچ نمیگرده چی بگویم یا الله تکمیل خداوند صبرش بده. صبر چیزی که روزای پروردگار باشه. چیزی که اینو بگیرید بابا. خداوند دیگه شما در دو دنیا دیگه بدلش بده. شما رو خداوند اینمی خیر بده. فقط چیزی که از واسه ما بود. خیر. یک هم شریکی. خیر. کاغذ در جیبت فال. خیر. دعا کن شما. دعا کن. حقی ملت دعا کن. خیر. خداوند ملت ما را الهی آمین. کل برادران شما را خداوند پناهش در ایمانش نگاه کنه. خانه امی خانه مربوط شما میشد؟ خانه مربوط ما. چیزی نمونده؟ نه هیچ نیست. خب خیر مالی خداوند باز بر ما میده. جانی کسی اوگار شده از فامیل؟ شخصی از خود ما نه دیگه ابو بچه اوگار است. خب هر کس از مسلمان هر کس بیادر با خصوصا هم قریه باشه که اوگارش و قلب آدم ضربه میبینه. چون یک عمر شما زندگی کردید. خیر بیا خداوند براتون کسایی که زخمی شفا بده خداوند کسایی که شهید تو دنیاش خوب کنه و شما را پس توانایی زیره بده که ان شاء الله پس مشکلات حل شود. ما فقط آمدیم یک اشکای شما را با دیگه ها ده آقای سوینی را تشکر بخیر تیر میشدیم و شروع فلول ما شروع کردیم مجددیم خانه رو قسمت خبر نمیشید باشی خانه بود یا رسیل آورده یا خودش چیزا نمیشن اولا خب خود معرفی کنم اسم از مولوی عبدالبصیر هزاره تخلص میکنیم از منطقه سای هزاره محل ابتدای حادثه است. خب اینجا از قوم هزاره هستین هزاره سنی است البته. این منطقه را که میگی بالای فلول است. خب بالای فلول است. این منطقه چوبایی که میبینی این چوبا اکثرا از منطقه سای هزاره آمده است از بالا اما در این منطقه هم خانه بوده اینا رو پایین برده هیچ فعلا نصار شده نمیشه در این منطقه کس خود چون ما از منطقه بالا بودیم در چند روز گشت و گذارم دقیق بر معلوم نیست که چقدر شهید و زخمی دارن نتیجه معلومات ندارم اما از منطقه خودم معلومات دارم در منطقه سای هزاره تقریبا در حدود 1200 الی 1500 خانه هم از اقوام سای هزاره و گجور در روز سکونت و زندگی میکنن. کسونا تقریبا 16 شهید دارن یا 17 شهید زخمیشان در آمارش بالا است. آمارش خیلی زیاد است اما کس آسیب هیچ تو خانه را ما گفته نمیتونیم که آسیب نداده باشه. بخیر بنی سفردان بخیر کاکا جور هستی بخیر هستی بیا کاکا جان بیا جور هستی بخیر صحت خوب بخیر هستی نام چی است کاکا جان؟ نام حاجی محمد جان. محمد جان این منطقه به نام چی یاد میشه؟ به نام مرزابیک. مرزابیک فلول دیگه. مرزابیک سای هزاره. خب سای هزاره اون طرف پیش هم دیگه باز منطقه بالا زیاد است. خب این خانه خود است؟ بله از ما سام. او بالا است که بالا برست. یک بچه ما بودم اونجا. خب اینجا دیگه تخریب شده این خانه. همین مکمل همین زندگی ما در همینجا بود دیگه ما کسی اوگار خو نشده؟ اوگار نشده الحمدلله هیچ کس اوگار نشده. اینجا 3 تا ماشین داشتیم اینجا نمیشه 3 تا برق بود ماشین ترمیده بود ماشین تلکشی بود آسیا بود کلش بود موتر ما اینجا بود اینجا موتر چی شد؟ برد موتر هم برد؟ هیچ زمان؟ هیچ نمانده یعنی بیا گاو خدا کشید از درنی سیل گاو اینجا بود جاشه نه یعنی تقری کس خدا هم درنی سیل کشید نمیدونم چه رقم کشید
دیگه هیچ گپ نیست. بیا کم خودتون جور است. بله الحمدلله خدا مهربان است. الله روزی میده. بدون صبر ما دیگه بله هر وقتی که روزی ما را الله داده بود جان ما. بله همین شکر جور هستین. بله بیخی ام یک چیزی از طرف ما بیخی نمی توفیق ناچیز فقط به خاطر یک همشریکی. تشکر خیر. خداوند صبر بده بر الله کی داد ما میتین خدا مهربان است. مونږ هم آیسته آیسته غوښتل چې لاړ سو سایه هزاره او د ګجرې کلي ته. سایه هزاره او د ګجرې کلي ډېر وړاندې په درو کې موقعیت لري، خو په لاره کې مونږ ډېرې سختیو سره مخامخ سو. زمونږ موټر اکثریت ځایو کې بند سو. پیاده تګ په دې لاره باندې مشکل و، ولې دا لاره سیلاو زښته زیاته خرابه کړې وه. تاسو په تصویر کې ګورئ چې لاره زښته زیاته خرابه ده. نو مونږ هم تر کوم ځای پورې چې موټر لاړه ورسره لاړو او پس له هغه پیاده مزل هم شروع کړو، تر څو خپلو وطنوالو سره چې په دې لرې کلیو کې پراته دي خپله همدردي شریکه کړو. دلته یو ځوان سره مخامخ سو چې ډېر خفه او جګرخونه ناست و، خو بیا هم خپل کلیوالي خندا یې له یاده ونه باسله او خپل مېلمانه یې په خندا رخصت کړل. مولوی صاحب چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین، زیاد هستین، آرام باشین. ما این منطقه آمدیم واقعا میبینیم آدم هیچ چیز گفتن نمیتونه دیگه. خب قشلاق بود، جخریه بود، حالا هیچ چیز نیست. اینجا کم یک قصه کنی کوتاه‌تر. خب از وقتی که روزی که سیل آمد کجا بودین؟ از روزی که سیل آمده اینجا تقریبا 3000 خانه همین تدیه سایه‌زاره است. 1000 خانه از بالکل تخریب شده که زندگی برش نمانده. این خانه ها را که می‌بینیم مکمل از بین رفته. ما از نیات‌های چی گفتین شما؟ از نیات‌های شما از شما تشکر می‌کنیم که آمدین برای ما یک تسلیت گفتین، دست ما را گرفتین، یک کمک همراه ما کردین. جهان سپاس از شما. تشکر. خب از ما فقط یک حق شماست بالای. خیر یک چیز نمیتونه. ما فقط آمدیم با شما ما خود شریک باشیم. خیر بین خدا عمرتان دراز کنه. شما خداوند اجرش بده. خیر باشه. و کسایی که زخمی شده خداوند شفا بده و کسایی که شهید شده خداوند دنیایش خوب کنه. خیر باشه. بخیر باشه. خب در هر آفات الهی ما باید استقامت داشته باشیم. بله. چون ما مسلمان هستیم. این آفات‌ها را همیشه که ما صبرش هم به ما یک اجر است. خداوند که بر ما میده دیگه او که میگیرن بعد خودش از دیگه شاید از دیگه خوبترش برتون بده. بله. خداوند آرام باشین مولوی. خیر باشین. خیر باشین. خیر باشین. چطور هستی بچه؟ خوب هستی؟ نام چی است؟ بصیر. این منطقه به نام چی یاد میشن؟ این منطقه به نام چی؟ نام قریه چی است؟ خانه تان کجاست؟ اینجا خانه زیاد است. چی میکنی؟ چو بچه میکنی؟ بزاست تو هست اونجاست نه؟ آه یست تو هست؟ میچرانی؟ مکتب میری؟ سنف چند هستی؟ سنف دو. چند نمره؟ چند نمره هستی؟ ها؟ 3 چند میشن؟ ها؟ نه بای؟ برو آرام باش بچه. यो हाड़ा यो बड़ला अखुंदा सब मदरसा था बशा यो कंतो गोजर जे हर गोजरा का ना मार रिया ना कोठा रिया ना जिमी जिंदगी या ता जेंदर मशीन हर कोई मार गलिचल किया खाली लोग रियो है अदे ढेरिया ने लोग तो या सियासत दे जा तक माजी और मार जिंदगी बड़ला लोग हार लिचल किया दाना शीद 9 नफर शहीद किया है 6000 का 7 नफर गुजरां का शहीद हो जाए। हाँ दूर तलाफात जानी तलाफात मजबूरी हो जाए। जिमी हाडो एक प्याज की पट्टी नहीं रह जाएगा प्याज की पट्टी 1 मीटर रहे हुए लोग कर ले मशीन नहीं रहा जेंदरा का हाँ बना पागल चल किया मदरसों 4 छिपेरी ये लोग बेखे जिमी शमी बस ढेरिया बैठा है अब
مشکلی آید گوجر خونزاده که مدرسه تا پشایو خدا مگه الله پاک تاسو ته حاجت درکړي ان شاء الله تو هیله لرو چې تاسو سره کومک وکړي عام دین مشکلات درا موټر کو سره که هم دا پڑ جائے گوجر خونزاده که مدرسه ته مارو مریض دی عام دي شیت مارو را هغه دا پړ جام سره مخ ګوجری زو باندې نه پیګم کوم دوستان چې پیږي خصوصا هغه مونږ ګوجر دوستان چې توانایي لري تکته د 1000 شوی د 3000 وای دینه کتل ته ګوجر دي څه واسطه توانم رسیږي خپل قومانو سره دوستانو سره سره همکاري وکړو تو سره مګه هغه منطقې ته راغلو تاسو به اکثره هغه ویډیو لري ماجد سر نه څه ویډیو کوي کنه زمونږ هورور دا وای د څورو نمونه نه اخلي وای دا منطقه د فلانی کورې ټول لوبای نه وړه دا هماغه منطقه ده په فلول کې اوس منګه د موقعیت هم راغلو ویني هیڅ شي پاتې نه دي ادي وبو د سیلاب ویډیو به تاسو لیدلی د منطقه ته راغلو نو منتظرین به پیدا کوو منګه ان شاء الله خپل همکاریانه به ورسره کوو وضعیت تاسو وینئ چې دا ډېره غټه منطقه لویه منطقه کورونه وړاټو ته هیڅ شی پاتې نه دي نو د منطقې ته اوس راغلی یاستو موږ به منتظرین پیدا کړو او ګورو بسې د شهیدان زخمیان هلته څومره لري ما بیادر اینجا و سیل آمد اینجا جای تعمیرمز ما اینجا کلمان یک اعضای فامیل بودیم پدری آدم حاجی معلم رحمان نام داره پایان که حاجی سنگمت همراه 11 نفر فامیل شهید شد یا ما اینجا بودم خطی همین خانه بودیم یا 8 نفر فامیل اینجا کلمان روی او شدیم ما فضل احسان پروردگار ما زنده ماندیم الهی شکر ما صحت و سلامت هزار بار شکر ای پروردگار شکرگزار هستیم ما زنده ماندیم برادر خوب هستی؟ بخیر باشید زنده باشید یک حادثه بسیار بعد از نتیجه خبر شدیم از خودت میگه زیاد شهید دادید اینجا سکا میره بسم الله الرحمن الرحیم غلام شاه هستم از ولایت بغلان نورسوالی بولکه قریه فلول مسیر و بیسا ما اینجا تعدادی که 4 فامیل در خانه زندگی میکردیم پدر و مادر جدا بود و خود ما جدا بودم یک برادرم جدا بود ازنایم قطع همشیریم و طفلای جدا بود و زمانی شد که یعنی وقتی روز بود امی خانم زنگ زد ساعت 4 بجه بود روز جمعه گفت که سیل در داخل اولی آمد ناگهان دیگه ما گفتم چاره نیست دیگه گفت که امی گوا برد ما گفتم برین سر بام طفلا را بالا کو سر بام بالا کردن گفت که اینا بالا کردیم دمی طفلکا را بالا کرده بودن یک تعدادشان بالا شدن سیاسرا اما ازنای من خودش کمی تکلیف قلبی داشت مریض بود که زمانی که بالا شدن اما خانم زنگ زد که گفت که اما نبیاد صدای طفلکا ما می اومد که میگفت که پدر گفت ما را برد اما خانم هم گفت نبیاد که ما را نشه همون لحظه قطع شد دیگه تلفن یک وقت یک ساعت نیم ساعت بعد من پس آن آنجا آمدم که یعنی تو حالت خودتان مشاهده میکنید یک بیابان است اینجا بسیار آبادی بود یک مردم برای تفریح و چکر در میامد این حال به یک قبرستان مبادل شد هر کس میاد به خاطر غم هم شریکی ما خود دیگر شما گفتین 4 تا خانواده کل شهید دادن کل شهید است اونا روزگاراشون از ما جدا بود اگر کدام کی است نفر است خانه است نمیشه بیت نمیشه ما بگو که ما بگیرین یک یادداشت بگیرین چطور سی پدر جان؟ دیگه خوب هستی؟ مدرسک تبته؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شفا میده خدا پاک شفا بده جور میشی بخیر گلواری جور میشی همی اولادا نیست اولادا و نواسا یا کی جور است اینیا جای شکر است خودت هم بخیر جور میشی گریان نکاکایا ما آمدیم با پرسانت کاکا یک چیزی برات آوردیم فقط اینو میده بگی تاداوی تکو اینه اینم بگی پیشت بان خداوند شفا بده این شکر بکش که اولادا جور است ما با اجازت خداحافظ خداحافظ نه دارایی مانده ما نه زندگی مانده حتی یک گلاس نداریم چای بخوریم گاو بود مال بود کلش بود الله که از ما گیلم جمع کردم برای پاک کردن هیچ خدایی نداریم برای فعلا
حساب بگو خودت که سیر است که دادن اتاق که در چند متر بالا شده دیدیم نه کل چیزا دیدیم کل چیزا با چشم خود دیدیم ما بخی مشکلات داریم یعنی فقط خداوند مشکلتان حل کنه تشکر که تو میگه ما فقط یک آمدیم همدردی و غمشریکی هم دیگه از ما یک دعا و یک نمیجا آمدن بود ما از چون ما مسلمان برادر مسلمان شما بالای ما حق داشتیم ما هر چقدر توان داشته باشیم شما ما در خدمت هستیم تشکر بخیر یعنی ما توانیم اما یک گلاس ندارم که بخریم دیون رفتم ما نان پیدا نکردم آخر رفتم از یک تا 100 روپیه قرض گرفتم رفتم من نان خش کردم دیگه بیا ان شاء الله خدا نجاتش میده بیا توکل به خداوند خدا اینی رو بگیرین دیگه رقم مشکلات بودم با یک چیز میگه برگ سب صوفی درویش خیر بینید تشکر که قدم خدمت کردی تشکر دوستانو نن بیا د سی اوازه سره سی بیا د منطقې ته سیل راځي نو تقریبا ډېر ورځې سولې وترې بیا هم ګوره دا خلک هماغه ذهنا چې دوی فشار لاندې روانن فشار لاندې دي واقعا دلته چې راسئ بیا تاسو خپله د دوی خلکو حالت وینئ چې کوم وضعیت کې دوی قرار ټول ذهنا ډېر نارامه دي اوس هم که تاسو وګورئ ټول غونډۍ ته ختلي دي هلته پاس ختلي نو د دې ویر نه چې بیا تقریبا 80-90 شاگرد بودن در اینجا که امکانات رو به افزایش بودن. وناس و ذکر بود بخش وناس بود بس خلاص. کل بخش وناس بود. کلشون بخش وناس بود. حال دی مدرسه دیگه فعلا چیزی نیست. ما تقریبا یک حجره در اینجا حجره 9 متره داشتیم، یک حجره 10 متره داشتیم، یک حمام در منطقه بود. اینجا یک بامپتنگ دیگر بود که در اینجا روزهای پنجشنبه همیشه انجمن داشتیم، شاگردهای ما فعال بودن، همیشه در اینجا درس می‌خواندن. 2-3 استاد داشتیم، همیشه 2-3 تا شاگردهای همین محله هات که در اینجا درس می‌خواندن شهید شدن. الله شهادتشان را قبول بکنه. مولوی صاحب محترم، دوستای عزیز خواهش دارم میگه هر دوست ما این کلیپ که می‌بینه به این مدرسه پسی را فعال کنه، چون 80-90 نفر از همشیرای ما شما اینجا یا درس می‌خواندن. پس این مدرسه را هر کس توانایی داره، شاید اونقدر مصارف نبه، مصرف از بگردن ما شماره از مولوی صاحب امرای شاید 1-2 نفر دیگه چون کسایی باشن اونا میگیریم شمارهشان، اگه کسی خواستن کمک کنن ما دستی از میتیم و ان شاء الله یا خودمون میامینه میجه کار از یا شروع کنن و پس هم شاگردا بیانم درسای خود شروع کنن که با کلاگی ما یک اجر عظیم است. خب اینمی از ای به خاطر صفایی ای به خاطر صفایی مدرسه از طرف ما ان شاء الله ما کوشش میکنیم کسی پیدا شد که پس هم در و کلکین و رنگ و کل موضوعات زیره د کومکونو توزیع نه پس موږ هم بیرته بغلان مرکزی خواته حرکت وکړ، خو کله چې نهرین ولسوالۍ نه تیر سولو زموږ مخه سیلاب ونیوله او موږ یې په ساعتونو انتظار کړلو. بالاخره زموږ د ډرایور په زړورتیا زموږ موټر وکولی سو چې تیر سي، خو شپه تیاره وه او باران هم تیز و. نو بدبختانه چې زموږ د همکارانو موټر له لارې ګړنګ ته ولوېد، خو شکر د خلکو د دعاو په برکت او د الله په ساتنه هیڅ یو ته هم کوم ضرر ونه رسید. پشت موتر می آمد گلایی که دم ریش آمد برکم کار نکرد، موتر کش کرد، اشترنگ میزد، نگفتم الا که برک اجرا سمیره پایین میره، اگر نه برکت اشترنگ میزد که موتر قریب چپه. برو خوب شد بخیر گذشت کمش شکر است. بریم بشین بریم. ګران لیدونکو زمونږ دا سفر د کړاوونو نه، د درد نه، د ستړیا نه، د خطرونو نه ډک سفر همدلته پای ته ورسید. مننه کول هغه دوستان نه چې زمونږ د خپرونې طریقې نه زمونږ وطنوالو سره همکاري وکړه او د هغوی په درد کې ځان شریک وبوله. که تاسو هم غواړئ زمونږ وطنوالو سره کومک وکړئ، زمونږ وټساپ شمیره سته، خپل پیام کیدی ستاسو کومک په حتما انشاءالله هر ځای کې چې تاسو غواړئ یا زمونږ بېوزله وطنوالو ته به په ښه مدیریت رسیږي. زما چینل افغان زون چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم له یاده ونه وځي. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.